سلام هموطنان عزیز. عید قربان را به تک تک شما تبریک میگویم. بگذار که هر روز شما عید باشد. بگذار که هر روز شما مثل عید خنده بکنید، مثل عید شاد باشید، با همدیگر باشید، در جهانی که شما هستید خوشحال باشید. و میخواهم یک کمی درباره این که حضرت ابراهیم راضی شدند که قربانی بکنند، راضی شدند که حضرت اسماعیل را قربانی بکنند صحبت بکنم. چرا خداوند چنین امتحان سخت را به سر حضرت ابراهیم آورد؟ شاید نفرانی باشند که سوال بکنند چرا که خداوند یک امتحان سختی به سر حضرت ابراهیم آورد؟ دوستان عزیز، خداوند این امتحان را بر سر حضرت ابراهیم آورد که جهانیان بدانند که به هر یک مقصد رسیدن باید قربانی بکنی. خداوند نمیخواستند که حضرت ابراهیم علیه السلام فرزند خود را قتل بکنند. خداوند میخواستند باز هم به جهانیان نشان بدهند که برای اینکه به هدف رسند، برای اینکه به هدف باید برسی، باید کوشش ها کرد، قربانی ها داد. خداوند آمادگی حضرت ابراهیم را دیدند و از آماده بودن حضرت ابراهیم خوشحال شدند. خداوند عزوجل میخواستند که این امتحان را بر سر ابراهیم بیارند که یک درسی برای دیگر نفرانی که در دنیا می آیند، دیگر مسلمان هایی که می آیند باشد. حضرت ابراهیم سالها انتظار فرزند بودند، سالها انتظار آن بودند که خداوند یک روز آنها را صاحب فرزند می کند و خداوند ایشان را به مقصد خود رساندند. خداوند حضرت ابراهیم را فرزند عطا فرمودند و خداوند از این پیشتر هم میدانستند که امتحان بر سر حضرت ابراهیم خواهند آورد. وقتی که حضرت ابراهیم آماده ای آن بود که فرزند خود را به خاطر هدف رسیدن قتل بکند، به خاطر هدف رسیدن قربانی بکند. هدف چی بود؟ آن هدفی که من 2 دقیقه می شود دربارش صحبت می کنم، اون هدف چی بود؟ آن هدف آن بود که خداوند راضی شود. رضایت خداوند برای حضرت ابراهیم از همه بالاتر بودند و حضرت هم آماده شدند که فرزند خود را به خاطر خدا قربانی بکنند. و اینکه خداوند دید آمادگی ابراهیم را، گوسفند را فرستاد تا اینکه آن قربانی شود و حضرت نه. هموطنان عزیز، انشاءالله که تمام مردم ما شرایط آن را داشته باشند که قربانی بکنند، قربانی به خاطر خدا. در این روزها بسیاری ها شادان هستید، بسیاری ها آمادگی عید را دارید. انشاءالله که فردا هم نماز عید را میخوانیم و یک چیز را فراموش نکنید. هستند نفرایی که شرایط قربانی کردن را ندارند، آنها را غیبت و گپی بد نگویید. با خوشحالی کمی گوشتی برای آنها ببرید تا اینکه فرزندان آنها مزه آن را بچشند و در حق شما دعا بکنند. موفق باشین دوستان.
باز هم عیدتان مبارک. خداحافظ.